ما همیشه میدونیم چی میخوایم و به دنبال چیزهایی که میخوایم حرکت میکنیم، به دنبال چیزهایی که در ذهنمان یه آری یا بله بهش گفتیم حرکت میکنیم. اما این کافی نیست. ما پیش از هر چیزی باید بدونیم چی نمیخوایم، چی خوب نیست، با چی مخالفیم و اول بتونیم اونها رو کنترل بکنیم. یعنی به سمت چیزهایی که برامون مناسب نیست نریم. یعنی خوب بودن کافی نیست. پیش از خوب بودن، آری شدن از بد بودن بسیار مهمه. یعنی ما بتونیم توان نگفتن به خودمان و دیگران رو داشته باشیم. یعنی به سادگی در مورد اون چیزی که مناسب نیست ما بتونیم بگیم نه، مخالفم، انجام نمیدم، هم به خودم هم به دیگران. طبیعتا من میدونم که چه چیزهایی میخوام، اما اون چیزهایی که نمیخوام مهمتر رعایت کردنش. یعنی جلوی چیزهایی که نمیخوام رو بگیرم و وارد زندگیم نکنم. دوستان، برای این چله حتما نیاز به یک سررسید یا یه دفتر و قلم دارید، چون چیزهای زیادی قراره تا پایان 40 روز شما بنویسید و بررسی کنید و به خودتون امتیاز بدید و زیر نظر داشته باشید. چون این 40 روز شما یک کاوش بسیار عمیقی در خیشتن خیشتون طی می‌کنید و انشالله به دانجا میرسید که میتونید خیلی قشنگ بفهمید در چه جایی قرار دارید و به کجا باید برسید و چند درجه پیشرفت کردید. پس لطفاً شروع کنید اول از همه ببینید که به چه چیزهایی در ذهنتون و کلامتون باید نه بگید. حالا چرا نه میگن؟ کارو با نه شروع نکنید. ما ابتدای کار باید به مخالفت کنیم. مخالفت بکنیم با چیزی که به صلاح ما نیست، در سرنوشت ما اثر نیکی نداره و سبب مشکلات برای ما میشه. پس اول از همه باید مخالفت بکنیم و این مخالفت بسیار سازنده هست. برای این هدف شما ابتدا کاری که انجام میدید اینه که ببینید چه چیزهایی رو در زندگیتون نمیخواین یا چه چیزهایی رو نباید انجام بدید، چه کارهایی برخلاف اخلاق، برخلاف سرنوشت شماست، برخلاف نیکیه، اونها رو یادداشت کنید و بنویسید من این کارها رو نباید انجام بدم. فعلا به دنبال این که من چه کاری باید انجام بدم چندان نباشید، به دنبال این باشید که چه کارهایی رو نباید انجام بدید. کارهایی که در موردش به نه هستید رو بنویسید، بگید با این کار مخالفم، با این کار مخالفم، به اینجا نمیخوام برسم و اول چارچوب لا یا نه زندگی خودتون رو مشخص کنید که بفهمید با چه چیزهایی در تقابل هستید و نمیخواین وارد اون مسیر بشید. و از امروز کمک کنید که قدرت نه گفتن قوی داشته باشید، هم به خودتون هم به دیگران. یعنی اصلا تعارف نداشته باشید. اگه کسی بهتون مواد مخدر تعارف کرد، شما باید قدرت نه گفتن داشته باشید، حتی اگر اون فرد عزیزترین فرد زندگی شما باشه. ما معمولا ضربه هامونو از دست کسانی میخوریم که خیلی بهشون علاقه‌مندیم یا خیلی بهشون وابسته هستیم یا به خاطرشون پاروی حق میذاریم. یعنی به خاطر اینکه من باهاش دوستم حاضر نیستم بهش نه بگم و این بسیار خطرناکه. برای همین خیلی راحت در مورد چیزی که باهاش مخالفید نه بگید، محکم و استوار، و عقب نشینی نکنید. ما 2 تا دلیل داریم که این 2 تا دلیل در اندیشه ما سبب میشه که خوب نتونیم نه بگیم. اول ترسه، چون میترسیم که نکنه منافعی رو از دست بدیم، نکنه مورد آسیب قرار بگیریم. بعد مظلومانه همش میگیم بله هرچی شما بگین، حتی وقتی که قرار خودمون رو بدبخت کنیم بازم میگیم بله. دوم طمع داریم که نکنه من زمانی که نمیگم این شرایط از دستم بره. به طور مثال با یه نفر دوستید و اون دوست شما رو به بیراه دعوت میکنه، شما باید با قدرت بگید که نه، ما دوستمون سر جاش، اما من اینجا این کارو انجام نمیدم، میخوام اختیار داشته باشم، میخوام خودم تصمیم بگیرم، میخوام طبق تسلط اندیشه تو نباشم، خودم بفهمم چه کاره هستم و میخواین نه بگید. اما طمع میکنید که نکنه دوستیمون از دست بره، نکنه بره و یه منافعی باشه من بهش نرسم. و طمع کردن آغاز فقره، آغاز بیچارگیه. مردمانی که طمع میکنن، طمع نمیدونم وسایل مجانی، امکانات مجانی اینها میکنن، اینها فقیر میشن. هیچ وقت طمع نکنید، بر روی خواسته هاتون محکم بایستید و خیلی محکم نه بگید. متاسفانه بسیار از نه هایی که قراره از امروز بگید رو باید به خانواده‌تون بگید، به پدر مادرتون بگید، به عزیزانتون بگید. اما بدونید که عزیزان تو محترم و عزیزن، اما حقیقت از اونها محترم تره، حقیقت از اونها عزیز تره. لطفاً
حقیقت را فدای دوستی و روابط خانوادگی و عشقتون و اینها نکنید. بر پایه حق و حقیقت بایستید و خیلی راحت نه بگید. البته که گفتن نه مهارت‌های خودش رو نیاز داره و ممکنه که شما یه نهی بگید که این نه آسیب میزنه به روان یه نفر. ممکنه همینو بتونید با حیله و ترفند و زیباسازی و اینها به شکلی بگید که کمترین آسیب رو بزنه. این به خود شما بستگی داره. اما لطفاً از امروز محکم و استوار برای تقویت ارادتون، برای تقویت اختیارتون راحت نه بگید. به حتی شرایط زندگیتون نه بگید که من این شرایط رو نمیخوام، میخوام شرایط عوض بشه. بی تردید کسانی که در یه چله شرکت میکنن نه میگن به جایگاه کنونیشون، حتی اگر جایگاه خوبیه میخوان به یه نه بگن و بیان بالاتر. پس ما یه نه به دیگران میگیم، یه خیر به دیگران میگیم، دیگرانی که پیشنهادی به ما میدن که این پیشنهاد شایسته نیست، هر پیشنهادی میخواد باشه، با قوت میگید نه من این کارو انجام نمیدم. اما نه اصلی رو به خودتون میگید. لطفاً در لیستی که نوشتید که من با این کارها مخالفم، نمیخوام این اتفاقا بیفته، نباید اینها رو انجام بدم، در تمام اونهاییش که مربوط به خودتونه را بسیار سختگیرانه برخورد کنید. مثلا میگی که من نمیخوام صبحا دیر بلند شم، بابت این موضوع سختگیرانه برخورد کنید و واقعاً به هر شیوه‌ای شده سحرخیز بشید، نمیدونم شب زود بخوابید، کارتون انجام. یا من نمیخوام وقتمو هدر بدم، به خودتون سختگیری بکنید. هیچ وقت کسی از ریاضت و سختگیری به خویشتن آسیب ندیده، رشد کرده. مثل اینه که شما ورزش میکنی، داری به خودت سختگیری میکنی، داری تلاش بیشتر میکنی. کسی ناراحت نیست از اینکه عمرشو در ورزش گذاشته و شروع کنید به خودتون سخت بگیرید، محکم و استوار بشید تا بتونید یه آستانه ای از ادراک و فهم رو طی کنید و به یه مرحله بالایی برسید. پس درس امروز ما این بود که گفتن محکم بدون دلهره و نگرانی، بدون ترس و طمع نه. وقتی نه میگیم به تمام موضوعات منفی که باهاش مخالفیم یا نمیخوایم انجام بشه با جدیت میگیم نه و جلوش میستیم. هم به خودمون نه میگیم، کارهایی که برای ما نه هست را رعایت میکنیم، و هم به دیگران. قدرت نه گفتن سبب میشه جوانها معتاد نشن. یعنی هر اعتیادی حاصله یه بله یه نابجاست. سبب میشه که ما تو روابط بیهوده نیفتیم، سبب میشه که ورشکست نشیم. خیلی از کسانی که ورشکست شدن به خاطر این بود که تو اون لحظه ای که باید میگفتن نه من به تو مثلا جنس اقساطی یا چکی نمیدم، تو اون لحظه نتونسته نه بگه و میدونسته اشتباهه. یعنی عموم کسانی که مالشون از دست دادن میگن ما تو اون لحظه میدونستیم اما نمیدونم چرا این کار کردیم. من میدونم، چون بلد نیستی نه بگی. اگه بلد بودی به عزیزترین دوستت، به بهترین پیشنهاد، به بهترین اتفاق شجاعانه نه بگی، این مشکلات پیش نمی اومد. پس شکست خورده ها را بشناسیم، شکست ها را بشناسیم و بفهمیم که اینها مایه فلاکت و بدبختی هستند. باید بهشون نه بگیم. عزیزان، در پایان سخن یادتون باشه که زندگی معنوی چیزی به جز زندگی خوب مادی نیست. یعنی شما باید دنیای خوبی داشته باشید، باید موفق باشید، باید ثروتمند باشید، باید سالم باشید، باید روان خوبی داشته باشید تا انسان معنوی بشید. بهشت را باید در همین عالم برای خودتون بتونید ایجاد بکنید. یعنی باید شما از الان بهشتی بشید تا در آخرت در بهشت راهتون بدن. اگه اینجا ما بهشتی نباشیم و پر از نقص باشیم، انسان‌های ناقص وارد هیچ بهشتی نمیشن و همینجا جهنمه براشون، آخرت هم براشون جهنمه. پس لطفاً نیت کنید که پروردگار یکتا از شما حمایت کنه، بهتون اجازه بده و رخصت بطلبید که محکم و استوار 40 روز بایستیم و خودسازی کنیم و خودمان رو تغییر بدیم، ارتقا بدیم، بهتر بکنیم. و شروع تغییر با نه شروع میشه و نه گفتن یکی از سخت‌ترین کارهای جوامع تعارفیه که همواره دارن خودشون را شکل دیگری نمایش میدن، دارن خواسته هاشون را مخفی میکنن، دارن یک نمایش مضحکی از شخصیت ضعیف خودشون نمایش میدن. باید قوی باشید، باید استوار و محکم باشید و خردمندانه و با استفاده از نیروهای الهی حمایت بگیرید تا راحت نه هاتون رو بگید. و نه گفتن سبب میشه که شاید یه ریزشی در دوستان شما، یه ریزشی در کارهای شما به وجود بیاد، اما این ریزش نیست، این غرباله.
زندگیتون غربال میشه، زندگیاتون رو خلوت کنید. ما نیاز به این حجم از روابط و دوستان و اینها نداریم. با نگفتن یه سریشون رو دور بریزید. حتی نگفتن در روابط و کارهای دیجیتالی شما یا فضای مجازی شما همیشه. همین الان خیلی از شما عضو کانال ها و گروه هایی هستید که خجالت میکشید لفت بدید. مثلا یه گروه مال دوستای دبیرستانتونه، مال که اصلا براتون سودمند نیست و همین که اونجا هستید تحت تاثیر مدار ارتعاشی اونها قرار دارید، اما قدرت نگفتن ندارید. همین الان نه بگید. خیلی از افراد هستن که به شما پیام هایی میدن که مایه آزار شما هستن و شما قدرت بلاک کردن اونها رو ندارید. همین الان نه بگید، یا خطتون رو عوض بکنید، یا تلفنتون رو خاموش کنید، یا اینکه کلاً بلاک کنید. یعنی قدرت نگفتن داشته باشید. شما خودتون مهمی، تازه خود متعالیتون مهمه، نه این خود ضعیف نابخردی که تا حالا داشتیم حمل می‌کردیم. ما حتی تعدادی از کانال ها و شبکه ها را هم نگه می‌داریم همیشه که برای روز مبادا شاید یه روزی خواستم تمرین زبان کنم، این کانال زبان رو داشته باشم. در صورتی که این هم میشه عدم توانایی گفتن نه به خاطر طمع، که اگه یه روزی خواستم زبان کار کنم این کانال آشپزی رو داشته باشم برای یه روزی که نیاز شد آشپزی بکنم. اصلا نیاز نیست شما چیزی نگه دارید برای روز مبادا. راحت نه بگید وقتی که قسمتی از انرژی ذهنی شما رو داره میگیره. تصور بکنید ذهنتون به نقطه‌ای برسه که بسیاری از این نه ها با این نه ها بسیاری از نابسامانی های شما کنار گذاشته بشه و یه ذهن خلوت آسوده زیبایی پیدا بکنید. این سبب میشه که انرژی فوق‌العاده‌ای وارد زندگیتون بشه و بسیاری از چالش ها رو با نیکی و راحتی حلش بکنید. پس با خیال راحت تصویه رو آغاز کنید. از الان شروع میکنید. کسانی که سبب ظلم و مشکلات زندگی شما میشن بهشون بگید نه. کسانی که جلوی رشدتون رو میگیرن بگید نه. صفات و رفتاری که جلوی تعالی شما رو میگیره بهشون بگید نه. کارهایی که میکنید و خلاف انسانیت و اخلاق و نیک زیستنه بهش بگید نه. یعنی از امروز شروع کنید لیست نه هاتون رو بنویسید و نگران هیچ چیزی نباشید. اگر یه روزی میگفتید نه و دوچار مشکل میشدید، حمایت الهی را طلب نکرده بودید برای زندگیتون. امروز از خدا بخواهید که آسیب و ضربه ای به خاطر خودسازی به زندگی شما وارد نشه، مورد حفاظ و حمایت کامل قرار داشته باشید و به راحتی بگید نه. کسی که پشتش به خدا گرم باشه هیچ کسی نمیتونه زندگیش رو خراب بکنه. بنابراین ما این ترس ها رو باید از دلمون بشوییم، خودمون رو در زیبایی و استواری اندیشه قرار بدیم و راحت مثل یک انسانی که پشتیبان بسیار محکمی داره و میدونه خداوند شدیداً حمایتش میکنه با شدت شما بگید نه من اینها را نمیخوام، حتی اگر ترسناک باشه، حتی اگر طمع آمیز باشه. خودتون را از این دو صفت نیرنگ آمیز پاک کنید و آزاده باشید. انسان‌های آزاده مورد حمایت حضرت حق قرار می‌گیرند. یا به آسودگی به نگفتنتون به خود و دیگران ادامه بدید تا زندگیتون پاک بشه. زمانی که لیست نهاتون کامل شد و فهمیدید چه چیزهایی رو باید کنار بذارید، چه کسانی رو باید کنار بذارید، یه زندگی خلوتی دارید، کوله بار سبکی دارید و از اونجا سلوکتون آغاز میشه. پس از انجام این کار لطفاً فایل جلسه دوم را گوش بدید و روز دوم چله را همراه باشید. خدا را شکر بابت این اتفاق گوارا که در دل من و شما افتاد تا بتونیم به حکمت‌های الهی پی ببریم و جایگاه انسانی خودمون را پیدا کنیم و به شرافت برسیم. در پناه نور و عشق الهی باشیم.